درست سفید میگم والا من تا درست سفید دارم نمیدونم به این میاد. این مدل خوشگله. همین خوشگله. همه بی چه خبرها؟ چی؟ آره اشتادش هنو گرون نکن. آره هنو همون داشت همه چی گرون شده دیگه الان میگه هر روز همه چی گرون نمیشه. میزنم داشت یه مدل بیداشت یارو میخواد بیاد درست شه یه حالت وی آی پی یه مدل بای درست میخواد بزنه دیگه میزنم. شما هنوز هم گرون نکردید؟ فعلا نمیگم ولی فکر کنم دم عیدینا گرون کنم. اما یه سری موقع اون موقع مرغ گوش چند بوده؟ مرغ گوش برنج از افغانیان پولمون بیارزش‌تره. اون موقع میتونستی حداقل اون 200 تومنه بری یه دوتا وسیله بخری الان میتونی بخری. آقا محمد شغلت چی بود شما؟ من املاک دارم. نه بابا املاک برای خودته یعنی؟ اجارت دیاره. بازار ملک و اینا مثل اینکه خوبه آره؟ بازار؟ آره نه؟ یه بازار چی؟ یه کارات شما تلفنی انجام میشه یه تلفن میزنی کارات میشه. الان به نظر شما 1 تومن کمه یا زیاده؟ یه سری هم میگن زیاده. شما نظری نداری آقا محمد؟ چی؟ میگم شما نظری نداری؟ یعنی اوکی؟ چرا خوبه؟ یه سریا همه باید مشتری اینجوری باشن دیگه. یارو میدونه ارزش کارو میدونه.
اونی که برای خودش ارزش قائل باشه ارزش کارو میدونه، اونی که نه یا چه خبره. مشتریات کم میشه ولی خب بالاخره 4 تا آدم درست حسابی میاد. لیلای من کجایی؟ خوشگلش یه داری میدی؟ نه برگرد داد خوشگل بخوره کنم چی؟ من میگه آرایشگرا خوشگل میکنن. یعنی که زیبا میکنن، چهره رو زیبا میکنن. چهرهش اون وسط آروم گفت. میدی این بر مورد میدی اون از کلا فرق نمیکنه، از فرق که از این بر میگیرم. یعنی فرق تو از این سمت اگه میگی؟ بخوام بگیرم حالا اگه نخوای بگیری خب چی؟ خب الان کدوم بر میگیری اگه بخوای بگیری؟ از این بر بزنم بعد یا از اون بر بزنم؟ تو دار میبینه همین خوبه. همجوری؟ قضیه یکی جدیه یا شوخیه؟ چی؟ یه تومن جدیه یا شوخیه؟ یعنی چی شوخیه؟ امیر من گفت 300 تومنه. امیر که درست گفت 300 تومن حساب امیر بود دیگه. من 300 باید به امیر میدادم، 300 تومن رو براش شد کم کنیم. از چقدر؟ از یک دیگه امیر بهت نگفت؟ نه نه بابا نگفت؟ براش شد 300 تومن، به من گفتش، گفت 300 تومن حساب اون رو محمد میاد پیشم، میاد پیش چیز کن کم کن. گفتم باش. من بهت گفته یا تومن؟ ما این معترک های شما رو میشنادیم گفتیم حالا شد شوخیه. معترکش شد هست؟ به شما بگم کجا رفتم؟ من به شما باید بگم کجا رفتم؟ چرا؟ من با شما صحبت کنم. بذار همه یه زنگ بزنم. آقا بهش خب من گفتم گفته به حالا آخه من ازت پرسیدم گفتم به نظرت مثلا یه تومن نه گفتم شاید شوخی داری می‌کنی با امیر. چی بگم؟ زنگ زدی امیر؟ داره میاد؟ نه دیگه جا داشت دست نزن که آخه نها کن نصفه
جدی نی؟ امیر صدا خونم یه دسته؟ آقا محسن آقا محسن امیر نیست؟ مشتری داره؟ آقا محسن بگم بیا آقا محسن بگم بیا الو محمد چطوری؟ چی بود داستانی؟ محمد میگم تو دعوا کردی اونجا یزی؟ الو دعوا که دیگه نداری بابا 1 تومن بود دیگه. اسلام مگه آرایشگاه تو کجا میری یزید؟ اسلام سگ 1 تومنه دیگه. من اینجا تو پرسیدم گفتی 200 تا دارم میزنم. خب باشه من گفتم 300 حالا اون گفت 1 تومن میگه اب نداره مثلا داهاش هم میاد حساب میکنه. محمد داداش 1 تومن که این حرفا نداره عشق داداش دیگه 1 تومن یزید داداش دوربین مخفی بود یزید. دوربین مخفی بود. چی بود؟ دوربین مخفی. داداش 1 تومن آخه این حرفا داره من چی خودتو ناراحت میکنی عشق داداش همه تو شک کردی فردا ویدیو تو میذارم اونو ببین که بدم پارت کنم. بعد معروف شدی عشق داداش عجب من قطع کرد